سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک بار برای همیشه یاد بگیریم کجا دو بذاریم، کجا آر بیاریم. آر برای حالت استفاده میشه، دو برای فعل. لیو یعنی زندگی کردن، فعله، پس دو میاریم. Do you live؟ angry یعنی عصبانی، پس حالته، باید آر بیاریم. work کار کردن، فعله، پس باید دو بیاریم. you okay حالته، پس باید آر بیاریم. have داشتن، فعل، دو میاریم. happy خوشحالی، حالته، به نظرتون باید چی بذاریم؟ دو یا آر؟